سلام، من سحرم. امروز میخوایم با هم یک کرپ اسفناج درست کنیم با همون کرپی که یاد گرفتیم. یه مایه اسفناج که میتونه خیلی چیزای دیگه هم باشه. میتونه یه مایه با قارچ باشه توی کرپ، حتی مرغ و قارچ باشه اگر گوشتخوار هستین. ولی امروز فقط با اسفناجش رو یاد میگیریم که هم میتونه یک غذای کامل باشه، هم میتونه یک اوردور خیلی شیک باشه. اول باید اسفناجمون رو آبگیری کنیم که طبق معمول باید یک گونی اسفناج استفاده کنیم که یک کاسه کوچیک اسفناج داشته باشیم. صبر میکنیم تا آب اسفناج تموم بشه. برای این کرپ اسفناج لذیذ چیزایی که لازم داریم کرپه که قبلا درست کردیم، اسفناج، شیر، کره، یکم آرد، سیر و پنیری که دوست دارین آب بشه روش. من از پنیر چدار استفاده کردم ولی هر پنیری که دوست داشته باشین خوشمزه است. و یکم پیاز دار. وقتی اسفناج در این حد آبگیری بشه کافیه. اگه اسفناجاتون بزرگ بود به نظرم قبل از اینی که مایه رو درست کنیم ساتوریش کنیم، ولی این بیبی اسفناجا چون خودشون کوچولوان دیگه نیازی نیست که ساتوریشون کنیم. پیاز داغمون رو اضافه میکنیم. یه لیوان شیر داریم. بسته به میزان مایه که میخوایم درست کنیم میتونی شیر رو کم کم اضافه کنیم که یه وقت زیاد نباشه. از آردمون توی شیر میریزیم. برای یک پیمانه شیر من 2 قاشق بزرگ آرد ریختم. وقتی شیر سرده سعی میکنیم آرد رو توش حل بکنیم. این در حقیقت همون سس سفیدیه که توی لازانیا و خیلی غذاهای دیگه استفاده میشه، ولی به جای اینکه یه قابلمه جدا سس سفید درست کنیم که وقت گیره، آردو حل کنیم تو شیر، فلفل سیاه بزنیم و کره، من همینجوری موقع آماده شدن غذا اضافهش میکنم. در نهایت همون اتفاق میفته. یعنی شیر و آردمون رو جدا میریزیم، کره جدا، فلفل سیاه جدا. این یه روش تنبلیه. سیرمون رو اضافه میکنیم. سیر رنده شده، میتونه تازه یا خشک باشه، به میزانی که دوست داریم. مزه سیر خیلی سلیقه‌ایه. من باشم کل اینو میریزم. حدوداً برای این مقدار نصف یک کره 50 گرم. نمک اضافه میکنیم و فلفل سیاه. به خاطر آرد ممکنه که یه مقدار مایمون زودتر ببنده یا یکم سفت باشه. اگر این اتفاق افتاد جداگانه دوباره شیر اضافه میکنیم. من یه مقدار دیگه شیر اضافه میکنم. میزان سیر و پیاز غذا کلاً سلیقه‌ایه، ولی برای اینجور چیزها اصلاً پیاز کم استفاده نکنیم. پیاز داغ حسابی باید داشته باشه که لذیذتر بشه. یه چیز دیگه که اضافه میکنیم و یادم رفت اولش بهتون بگم، لیمو ترشه. چون تو سس سفید ما لیمو ترش و کره و فلفل سیاه استفاده میکنیم. اینجا جداگانه داریم میریزیم فقط.
ترشش مهمه، نباید زیاد ترش بشه. به این شکل که در بیاد آماده است. مرحله بعد میخوایم رول کنیم داخل کرپ هایی که درست کردیم. پنیرمون رو رنده میکنیم روش. وقتی که مایه‌تون داغ باشه پنیر تو همین مرحله آب میشه. میتونید بعد از رول کردن رولای پنکیکتون رو یا کرپتون رو بذارین داخل فر که یه ذره روش رست بشه و پنیر توش آب بشه، ولی من این کار رو ترجیح میدم که با مایه داغ همون موقع پنیر رو خیلی نازک رنده کنیم و دیگه توی فر یا تو حرارت نره که کرپش از این لطافت در بیاد. برای تزیینش از تره استفاده میکنیم، تره خیلی نازک. کرپ خوشمزه ما آماده است. بریم بخوریم این کرپ خوشگل خوشمزه رو. دیوونه میشین از مزهش. درست کنین، کیف کنین.